سلام به همگی. یه سری سوالای این شکلی هستن که تو شبکه‌های اجتماعی و جاهای مختلف معروف میشن و جوابای مختلف براش میگن و یه جورایی در ظاهر پیچیده است، ولی واقعا اگر اون قاعده و قانونی که پشتش آدم یاد بگیره خیلی راحت میتونه حتی سخت‌ترین هاشون هم حل کنه. خب حالا چه قاعده و قانونی پشت اینها هست؟ خب یه قاعده و قانونی تو ریاضیات هست به اسم Order of Operations که اینجا میبینیم. این به ما میگه که این اعمال ریاضی به چه ترتیبی باید انجام بشن. یعنی اونایی که اولویتشان بیشتره به سمت اونایی که اولویتشان کمتره. یعنی بالاترین اولویت برای پرانتز و یا هر علامت دیگه‌ای که حالت گروه بندی داشته باشه، مثل براکت یا چیزهای دیگه. اولویت بعدی توانه و اولویت 3 برای جمع و ضرب هر دو و اولویت 4 هم برای اولویت 3 برای ضرب و تقسیم و اولویت 4 هم برای جمع و ضرب. حالا اینجا برای هر کدوم از این دوتای left و right نوشته که حالا میگم منظورش چیه. پس تا اینجای کار ما فقط باید این یادمان باشه که پرانتز، توان، ضرب و تقسیم، جمع و تفریق. حالا مثال اول ما چند تا مثال حل میکنیم که ببینیم این مراحل چطوریه. خب ببینید این مثال اول گفته 3 و علاوه 4 ضرب در 5. خب اینجا ما پرانتز نداریم و توان هم نداریم. اولویت 3 برای ضرب و تقسیم بود که اینجا ما یه ضرب داریم و بعدم این به علاوه که جمع و تفریق اولویت 4 بودن. پس ما اول این اولویت برای ما، چون ضرب اولویتش از جمع بیشتره. پس 4 ضرب در 5 میشه 20 و برای ما باقی میمونه 3 و علاوه 20 که میشه 23. تو مثال بعدی ما پرانتز داریم، پس اولویت اول برای این پرانتزه. داخل پرانتز هرچی بود اولویتش بیشتره، پس 3 و علاوه 3 میشه 6. حالا انگار که ما چیزی که برای ما باقی میمونه 9 تقسیم بر 3 ضرب در 6. خب اون left to right که گفتم نوشته بود زیر ضرب و تقسیم و جمع و تفریق، منظور اینه که اگر ما از اون اولویت 3 یا 4 2 یا بیشتر داشتیم از چپ به راست انجام میدیم. یعنی اینجا میگیم 9 تقسیم بر 3 میشه 3 و اونجا یه ضرب در 6 باقی میمونه که میشه 3 6 تا 18. تو مثال بعدی خب پرانتز که نداریم، توان ولی داریم. پس اول این توان تکلیفش باید مشخص بشه. 5 به توان 2 میشه 25. پس اینجا برای ما باقی میمونه 4 ضرب در 25 به علاوه 6. الان اولویت ضرب بالاتر از جمعه که 4 25 تا میشه 100 تا که به علاوه اون 6 میشه 106. مثال بعدی خب اینجا ما ضرب داریم و تقسیم که اولویتشون از جمع و تفریق بیشتره، ولی چون 2 تا داریم از چپ به راست. یعنی اول این 4 5 تا میشه 20 یه تقسیم بر 2 این برشه، اینجا یه به علاوه و این ورم یه منها هست. پس اینجا دوباره اولویت تقسیم بیشتره که این میشه 10. پس 7 به علاوه 10 میشه 17. البته برای جمع و تفریق هم باز دوباره همون چپ به راست هست دیگه. پس 7 به علاوه 10 میشه 17 منهای 3 14.
حالا مثال های سخت‌تر، 2 تا مثال سخت‌تر هست اینجا که ما حل میکنیم که ببینیم چطور حل میشه. خب اینجا ما هم پرانتز داریم هم توان داریم. خب اولویت اول داخل پرانتز بود، پس 3 به علاوه 4 میشه 7. یه توان 2 داریم، منهای 5 ضرب در 6. اینجا توان داریم، اولویت توان بیشتر از این ضربه، پس اول این میشه 49. پس داریم 49 منهای 5 ضرب در 6. الان اولویت ضرب بیشتر از منهای یا تفریقه، پس 5 6 تا میشه 30. پس جواب ما 49 منهای 30 که میشه 19. و مثال آخر که فقط صرفا پیچیده تره و سخت تر نیست، چون اون قاعده و اصول شما بلد باشی هیچ کاری نداره حل کردن اینها. پس اول الان ما 2 تا پرانتز داریم، یعنی همینجا و بعد توان داریم، ولی خب اول پرانتز ها مهمن، یعنی این 3 منهای 1 میشه 2، این 3 به علاوه 1 میشه 4. پس چیزی که برای ما مونده 2 به توان 3 تقسیم بر 4 به توان 2 به علاوه 4 تقسیم بر 8 منهای 1. خب اینجا ما توان داریم، 2 تا توان داریم که اولویتشون از تقسیم و همینطور جمع بیشتره و چون 2 تاست از سمت چپ 2 به توان 3 میشه 8 تقسیم بر 4 به توان 2 میشه 16 به علاوه 4 تقسیم بر 8 منهای 1. اینجا دوباره ما تقسیم داریم ولی از سمت چپ به راست، از 8 تقسیم بر 16 میشه 1/2 به علاوه 4 تقسیم بر 8 منهای 1. اینجا الان اولویت بیشتر از بقیه، 4 تقسیم بر 8 هم میشه 1/2. پس اون چیزی که آخر ما داریم میشه 1/2 به علاوه 1/2 منهای 1 که 1/2 و 1/2 میشه 1 منهای 1 میشه 0. اینم میشه گفت یه مثال سخت.